تصور کنید که صبح بیدار میشوید اما در تمام روی دنیا حتی یک گربه نیست. هیچ نام و نشانی از پیشکان نمییابید. و جز اینکه شاید موشها خود را شاهنشاه اعلان میکردند، دنیا شاهد چی تغییرات میشد. شاید اکثر میگویند خیر چیزی نمیشود، آسمان به زمین نمیچسبد و دنیا به آخر نمیرسد. خیلی خوب، اگر شکلات نباشد چی؟ یا بگیریم تلفن، همین تلفن های همراه یا موبیلی. دنیا به نظرتان بیرنگ نمی نماید. اما اگر این غیب زدن ها در برابری به دست آمدن چیزی مهمتر باشد، مثلا بر عوض تماما غیب زدن تلفن از روی دنیا یک روز دراز شدن عمر شما، در این صورت به نظرم انتخاب دشوار نیست، نه؟ شما با آسانی می توانید از بحر تلفن بگذرید، از بحر شکلات هم و به یگان دودلگی از بحر گربه ها هم. انتخابی که پیشاروی قهرمان امروز ما هم قرار گرفت. خطکشان 30 ساله که سرطان مغزی شد و برای همگی به 7 روز دراز کردن عمرش باید راضی شود که 7 چیز در دنیا غیب بزند، تماما و بدون بازگشت. در آغاز فکر میکند که عجب کاری ساده و آسان، با این راه میتوانم حتی 40 سال دیگر به عمرم بیافزایم. اما وقتی بر روی خط چیزهای نالازم میرسد نمیداند از چی آغاز کند. هیچ چیز با آسانی به دست نمیآید. برای به دست آوردن چیزی باید از چیزی محروم بشوی. قانون دنیا همین است. سلام، من عبدالعزیز واسع هستم و امروز خط داستان یک کتاب پرفروش دنیا را برایتان قصه میکنیم. کتابی اگر گربه ها از جهان ناپدید می شدند، از گنکی کوامورا، پرودوسر فیلم های تصویری از ژاپن. داستان از اینجا آغاز می شود که خطکشان 30 ساله پس از تاب و تب دائمی و درد قسمت پیش سر طاقت نیاوردن نزد طبیب می رود و بعد تشخیص معلوم می شود به سرطان مغز سر گرفتار است، درجه 4. پیام طبیب هم خوشحال کننده نیست. تا 6 ماه دیگر عمرش باقی مانده است. هنوز طبیب حرفایش را تمام نکرده بود که سمکم را به زمین انداختم و به حال و به خود از اتاق بیرون شدم. با صدای بلند و نگران طبیب که مرا به ایستادن دعوت میکرد اهمیت ندادم و در حالی که اشکهایم جاری می شدند از بیمارستان بیرون دویدم. شتاب داشتم. کجا رفتنم را نمیدانستم. به رهگذران برمیخوردم، میافتیدم، دوباره برمیخستم، دیوانه‌وار دستهایم را تکان میدادم. این حال تا زمانی ادامه کرد که دیگر حال و مدارم نماند و به زانو افتیده تلخ گریستم. در چنین حالت چی چیزی به یاد انسان میرسد؟ اول اینکه فکر میکند آدمان زیادی حتی تا 30 سالگی نرسیدند و قهرمان اثر از چی باشد که نقاش ژان میشل باسکیا و گیتارنواز معروف آمریکایی جیمز مارشال هندریکس را به خاطر میآورد. هر دو همگی 28 سال عمر دیدند. دوم حسی که هنوز کارهای انجام نداده زیاد موجودند. زیر بار چنین فکرها نمیفهمد که چی طور تا ایستگاه رسید. آنجا دو جوان با گیتار این سرود را زمزمه میکردند. این زندگی روزی به انجام میرسد. این زندگی روزی به انجام میرسد و حالا که آخرین روزی عمرت در نکفته است، کار بیکن که کردن میخویه با تمام این نیرو آن رو انجام بیده و مست با این رو به روزی دیگر خوابی رسید. این خطکشان در بیساتش همگی یک گربه دارد. نامش کرمچه. دیگر نه همسر، نه فرزند، نه مادر. 4 سال است که سراغ پدر را هم نگرفته است. قهری است با او. در حال ناامیدی و افسردگی نشسته است که ناگاه در کنج مقابل خانه کسی صدا می‌دهد. از دیدن تو خوشحالم. با چشمانش باور نمی‌کند. در روبرویش خودش را می‌بیند. من تماما از عقل بیگانه شدم. یا شاید این آخرین لحظه های زندگی من است، فکر میکند خطکشان. به زور جرأت پیدا کرده میپرسد
تو کی هستی؟ و همین جا خط جالب داستان آغاز می شود. مخلوقی مانند به خطکشان ادعا می کند که شیطان است و آمده است بگوید که قهرمان اثر نه 6 ماه بلکه همگی 1 روز عمر می بیند. فردا رشته زندگیش کنده می شود. حالت خطکشان را تصور کنید. به حال و به مدار، زبانش لال و جسمش به حرکت. من این جایم که به تو یاری کنم میگوید شیطان و پیشنهاد میکند بر عوض ناپدید شدن یک چیز در جهان 1 روز به عمر تو اضافه می شود. دوباره خون در رگ و پیوند خطکشان به حرکت می درآید. فکر می کند که چی خوب شد که مشکلش به این سادگی حل شد. اگر یک چیز از جهان ناپدید شود و 1 روز عمر او دراز شود، یعنی 30 چیز در 1 ماه و 365 تا در سال. برای تو 70 سالگی رسیدن 40 سال دیگر باید عمر ببینم. اما برای این باید از 14600 چیز دست بکشم. با این شیوه اگر یک کمی غیرت کنی میتوانی 100 سال یا 200 سال عمرت را دراز کنی. به این هم جهان مالامال چیزهای نادرکار و نالازم است. بدون 1 یا 2 میلیون اشیا دنیا چپگردان نمی شود. از دل می گذراند خطکشان. همین کسب او هم خطکشانی روز می رسد که شغل به کسی لازم نمی شود. جای نامه ها و تبریک نامه های کاغذی را نامه های الکترونی می گیرند. من آماده ام که شرط تو را بپذیرم. با قطعیت می گوید خطکشان. بگذار چیز غیب زند. من زیستن می خواهم. خوب، از چی باید سر کند؟ پیشتر از همه چی می شود اگر داغ‌های دیوار غیب زنند؟ یا چنگ و غبار رفی کتاب ها؟ افلاسی های کاشی های حمام نیز باید غیب زنند. اینجا شیطان سخنش را در نیمه راه می ماند. تو فکر کردی که من خدمتگارم؟ فراموش نکن که با شیطان داد و گرفت داری. همه چی به این سادگی نیست. من تصمیم می گیرم. خطکشان بیچاره همینجا درک می کند که این کار نباید سهل و ساده باشد. اگر در روی دنیا شکلات نباشد چی؟ شاید دوستداران شکلات از غم آب و ادا می شوند. میزان قند در خون آنها پایین می رود و باقی عمرشان را در بی‌تفاوتی کامل سپری می کنند. گذشته از این تصور کردن دشوار است که کسی در روی دنیا یافت شود که اعلان کند من با خوشنودی عمرم را بر عوض شکلات عوض می کنم. فکر نمی کنم در دنیا چنین یک آدمی بی‌عقل باشد. از جانب دیگر اگر دست کشیدن از شکلات عمر آدم را دراز کند چرا نه؟ اما این پیشنهاد هم برای شیطان قابل قبول نیست. همین لحظه تلفن خطکشان صدا می برآورد و شیطان ندا می دهد. خودش انا همین چیز به فکرم به تو لازم نیست. 1 روز عمر تو بر عوض تلفن. اما می تواند برای آخرین بار یک زنگ تلفنی انجام بدهد. عمری من به پایان می رسد. اما کسی نزدیک ندارم که آخرین بار برایش زنگ بزنم. من میان مردم زندگی کردم. رابطه های زیادی برقرار کردم. اما در نهایت معلوم شد که همه آنها نااستوارند. واقعا ناامید کننده است وقتی که در پایان زندگیت به چنین نتیجه می رسی. اولین نفر که به یاد خطکشان می رسد پدرش است. کی هاست به او زنگ نزده است. از روزی که مادرش وفات کرد 4 سال قبل. تلفن در دست فهرست نام‌ها را تگرو می کند. در چنین یک وضعیت بحرانی معلوم می شود که کسی نیست که تواند مشکلاتش را با او در میان بگذارد. همین لحظه شماره به خاطرش می رسید که در تلفن ثبت نشده است. دوست دختر سابقش. تا چند ساعتی پیش خطکشان حتی تصور کردن نمی توانست که دوری از تلفن امکان پذیر است. از صبح تا وقت خواب همیشه با اوست. از زمانی که تلفنی همراه با زندگی او راه یافت مثل پیشینه ها زیاد کتاب و روزنامه نمی خواند. غرم دیسکای فیلم های خریدش تماشا نکرده در کنج خوابیدند. در تراموای در راه به کارگاه چشم را از تلفن نمی کند. حتی هنگام تماشای فیلم پیوسته به تلفن چشم می اندازد. در وقت تناول غذا دلش برای تلفن تنگ می شود. به جای بازی با گربه تمام توجه به تلفن روانه می شود. آدمان همیشه تلاش می کنند چیزی را راحت به دست بیارند.
аммо ин дуздӣ аст. агар ту ба чизе даст ёфтӣ, пас ба ин маънист ки дар куҷое касе аз чизе маҳрум шудааст. телефони ҳамроҳ ҳамагӣ 20 сол қабл ба зиндагии мо ворид шуд, аммо дар ин як фурсати кӯтоҳ комилан зимоми идораи моро ба даст гирифт. зиндагии моро чизе мудирият мекунад ки дар асл чандон чизи зарурӣ ҳам нест, аммо моро бовар кунониданд ки бидуни он наметавонем. тамоми телефонҳо нопадид шуданд, аммо қаҳрамон чиро аз даст дод? ӯ мисли садҳо ҳазор одами сайёра хотираи худро, муносибати худро ба телефон бовар карда буд ва вақте якбора телефон нопадид шуд, эҳсоси бечорагӣ кард. ҳамаи рақамҳо дар телефон сабтанд ва зеҳнатро маҷбур намекунӣ ки шумораҳоро дар хотир бигирӣ. вақте касеро интизор мешавӣ, намедонӣ ӯ дар куҷо аст, кай мерасад, оё макони мулоқотро дуруст шунидаӣ? мулоқоти хаткашон бо дӯстдухтари собиқ дар ҷои кори дуввумӣ сурат гирифт, дар кинотеатр. бегоҳи рӯзи дигар шайтон пайдо шуд ва навбати интихоб расид. чӣ чизе бояд набошад? шайтон ҷониби ғарами филмҳо ишора кард. агар дар рӯи замин филм набошад? таҳаммули ин албатта осон нест, бахусус барои қаҳрамони китоб ки тамошои филм аз шуғлҳои асосии ӯ мебошад. мисли ман. хаткашон каме фикр кард, шояд дар ин андеша буд ки бояд ба ҷои филм чизи дигареро барои набудан интихоб кунад. масалан мусиқӣ. мешавад бидуни мусиқӣ зиндагӣ кард. агар қаҳваро интихоб кунем чӣ? хаткашон бовар дорад ки бидуни қаҳва ҳам метавон зиндагӣ кард. дар баробари марг боз як чизи дигаре ҳам ҳаст ки ногузир аст ва ин зиндагист. зиндагӣ ва марг ҳамвазнанд ва мушкилоти ман дар ин аст ки палаи тарозу ба ҷониби дуюмӣ бештар моил мешавад. филмҳо чӣ қадар азиз набошанд ҳам, аммо ҳоло гап сари зиндагии худи ӯ меравад, ё ӯ ё филмҳо. ҳоло ба қавле дар сари мижгон чӯ ашк истодааст ва агар ӯ набошад, пас филмҳо ба чӣ дард мехӯранд? дигар фарқ надорад ки филмҳо то чӣ ҳад барои дигарон азизу дӯстдоштанианд. шарти дигар барои як рӯз дароз кардани умри хаткашон нопадид шудани соатҳо буд. агар дар дунё соатҳо набошанд. хаткашон падарашро ба ёд меорад ки дар утоқи майдаяке ба таъмири соатҳо машғул аст. агар соатҳо нопадид шаванд, пас зарурат ба таъмири онҳо ҳам намемонад. утоқи таъмири соатҳо низ дигар нолозим мешавад. хаткашон худро каме нороҳат ҳис мекунад. ӯ ба атроф нигоҳ мекунад. соати деворӣ ғайб задааст. дигар телефон ҳам нест ки соатро нигоҳ кунад. телевизорро рӯшан мекунад. аммо бархилофи рӯзҳои маъмулӣ онҷо на рӯз ва на соат намоиш дода намешавад. дар поёни рӯз интихоби шайтон ин бор рӯи гурбаҳо меафтад. хаткашон баръакси рӯзҳои қабли соати 3 субҳи рӯзи ҷумъа бедор шуд. зуд ба паҳлӯи худ, онҷо ки маъмулан гурбааш мехобид, нигоҳ кард, аммо ӯро онҷо надид. воҳима зераш кард. ҳамин дам карамакро пеши пояи бистар дид. оҳи сабук кашид. пешниҳоди шайтон дар сараш чарх мезад. зиндагии ӯ ё мавҷудияти гурбаҳо. он замон тасаввур кардан наметавонист ки бидуни гурбаи худ чӣ тавр мешавад зиндагӣ кард. 4 сол аст ки модараш дар қайди ҳаёт нест ва ин гурба ягона ёдгор аз модараш аст. замоне ки модараш даргузашт, гурба моли ӯ шуд. акнун чӣ тавр метавонад сабаби нобудии вай шавад? чӣ бояд кунад? беихтиёр ҳарфҳои мондагори модараш ба ёдаш расид. барои ба даст овардани чизе бояд чизеро аз даст бидиҳӣ. аммо хеле сахт аст ки барои зинда мондани худат бояд чизи касеро бирабоӣ. гурбаҳо воқеан мавҷудоти аҷибанд. онҳо метавонанд бештари вақтро нодида бигиранд, аммо гӯё ҳамеша ҳис мекунанд ки ту воқеан кай ба тасаллӣ ниёз дорӣ. агар тамоми гурбаҳо ғайб зананд, дунё чӣ ҳолате хоҳад дошт?
و باز هم حرفای مادر که تکرار میکرد. هرگاه غمگین و محزون میشوی چشمانت را بپوش و تبسم کن. اون نمیخواهد گربه ها ناپدید شوند. صبح روز دیگر خطکشان بیدار می شود و گربه را در پهلویش می بیند. یعنی گربه ها غیب نزدند. این معنای آن را دارد که به نزدیکی خودی او باید غیب زند. اگر در دنیا یک خطکشان کم شود چه اتفاقی می افتد؟ اگر من بمیرم، تلاش کردم تصور کنم که آن وقت چی می شود. با گمانم این بدترین چیزی در دنیا نخواهد بود. هر انسان روزی می میرد. میزان مرگ و میر 100% است. و وقتی که به این فکر میکنی میفهمی که آسان یا دشوار بودن مرگ با آن وابسته است که عمرت را چی طور سپری کرده ای. برای به دست آوردن چیزی باید چیزی را از دست بدهی. حرفی که در این اواخر همیشه در گوشش صدا میدهد. بر عوض زندگی قهرمان اثر در دنیا تلفن، فیلم ها و ساعت ها غیب زدند، اما نتوانست از بحر گربه ها بگذرد. البته این یک ابلهی به نظر می رسد که برای گربه شده از جان خود بگذری. شاید من ابله ترین آدم باشم، اما زندگی من هیچ لذت نخواهد داشت اگر بر عوض چیزی که برای دیگران عزیز است با عمرم بیفزایم. گربه ها برای من از آفتاب، اقیانوس و هوایی که نفس میکشیم هیچ فرقی ندارند. برای همین من نمیخواهم که از روی زمین چیز ناپدید شود. تصمیم گرفتم زندگی را طوری بپذیرم که سرنوشتم است، حتی ناوابسته به آن که میتواند خیلی کوتاه باشد. زنده بودن خود به خود چیزی مهم نیست. مهم این است که چی طور زندگی میکنی. خطکشان به یاد آورد که روزی گذشته با شیطان بر سر ماندن و نماندن گربه ها چی رد و بدل های گذشت. وقتی شیطان با قطعیت نه گفتن خطکشان را برای ناپدید شدن گربه ها شنید، از قراردادشان یادآوری کرد که بر اساس آن اگر چیزی غیب نزند پس او وفات میکند. اما خطکشان گفت قرارش قطعی است. شیطان فریاد زد. این بار هم خداوند پیروز شد. بعد این ناپدید شدن شیطان، خطکشان برای مردن آمادگی گرفت. خانه‌اش را تمیز کرد. پس آن به خدمات گروه چوب رفت تا برای مراسم جنازه‌اش مصلحت کند. در مجموع برای تمام خدماتی که باید انجام شود 1,500,000 ین پرداخت کرد. پس آن فکر کرد که کیها می توانند به مراسم گروه چوبش بیایند. دوستان، دوست دختران سابقش، پیوندان، استادان و همکاران سابق. اما کدام از آنها واقعا برای وی گریه خواهد کرد؟ چه حرف در حق او خواهند گفت؟ این که او یک انسان خوب و مهربان بود یا شخص تنبل و خودخواه؟ در ذهنش رسید که باید مکتوبی پیش از مرگش را نویسد. آن را به کسی خواهد نوشت که بعد مرگش گربه او را پرستاری خواهد کرد و آن هم پدرش بود. کسی که اولین و آخرین بار برایش نامه می نوشت. کسی که 4 سال به این سو بعد مرگ مادرش با او گپی نبود. پدر ساعت سازش که آن روز شوم برای تعمیر ساعت مادرش رفت و در لحظه آخری حیات پهلوی مادرش نبود و همین چیز دل خطکشان را گرفته بود و وقتی از خانه پدر برآمدن دستی به سویش برای خداحافظی دراز شده او را نفشرد. صبح دمید و خطکشان نامه واپسین در دست تا نزد قوطی مکتوب ها رفت تا آن را برای پدرش روان کند. اما این کار را نکرد، بلکه سوار دوچرخه شد، گربه را در سبد پیش نشاند و در حالی که اشک چشمانش 6 قطار میریختند با سرعت دوچرخه را به حرکت درآورد. پدر، طول این سالها من واقعا میخواستم ملاقات کنم. میخواستم عذرخواهی کنم. میخواستم بگویم که تشکر و پدرود. کتابی اگر گربه ها از جهان ناپدید می شدند واقعا یک اثری خواندنی است. انسان را برای فکر کردن مجبور می کند. این کتاب درباره قربانی نیست، درباره ارزش است، درباره شکست، تنهایی، ناامیدی و امید. اولین رمان گنکی کوامورا است
اما با موفقیت بی‌سابقه روبرو شد. بیش از 2 میلیون نسخه این کتاب تا حالا به فروش رفته است. اندیشه شما در مورد این کتاب چی است؟ در شرح‌ها بنویسید و با هم بررسی خواهیم کرد. این زندگی روزه به انجام میرسد و حالا که آخرین روزی عمرت در نکفته است، کار بیکن که کردن میخویه با تمام این نیرو آن رو انجام بیده و مست با این را به روزی دیگر خوابی رسید.